درود خدا بر تو. درود. اول از که کف دل نرو بردم که این تنه نباشه. این هم که نره. جز نرن عوضش نیم رن. خواب دیدم. چه خوابی؟ خواب دیدم 14 تا دندونامو 14 نفر کندند و پرت کردند بیرون. خواب دندان. تعبیر آن این است که 14 میلیون اتباع وارد ایران شدند که هر کدام از آنها به شهرهای مختلف ایران پخش شدند. باریکلا. درمونش چیه؟ باید به مسئولین خبر دهید. مسئولین خوابن. خودمون چیکار میتونیم بکنیم؟ باید به املاکی ها بگویید برای کمیسیون بیشتر خانه به آنها ندهند. خب به مدارس بگویید ثبت نام نکنند. خب به کارفرما بگویید کار ندهند. آفرین. و به شوتی ها بگویید که شوت نزنن. نه. چی؟ به شوتی ها بگویید برای کرایه بیشتر آنها را وارد ایران نکنند. اگر این کار رو همگی نکنیم چه اتفاقی میفته؟ در چند سال آینده شما مهاجر میشوید و آنها میزبان. وای آری دقیقا همین. خودت